گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی می‌باشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 37. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. مستملکه‌داری سغدیان. نقش سغد و سغدیان در رشد تمدنی منطقه و بیرون از آن خیلی بارز می باشد و از این رو اکادمیک بابا جان غفورov در شاه اثر خود به این موضوع مهم، پیش از همه مستملکه‌داری آنها در راه بزرگ ابریشم، توجه مخصوص ظاهر نموده است. محقق شناخته تأکید می نماید که مستملکه‌داری سغدیان در این دوره از یک طرف به حیات تجارتی و اقتصادی و از دیگر طرف به روندهای عمومی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی داخلی جامعه سغدیان وابسته بود. مأخذهای خطی، آثار بازیافت شده باستانشناسی و آثار کتیبه های سغدی و نامهای محل و موضعها تا به خود خطای از نقش برجسته سغدیان معلومات زیادی را به ما میرسانند. یکی از سمت‌های مستملکه‌داری سغدیان هفت رود بود. در میانه های عصر هفت، چوانزیان هفت رود را کشوری سولی یعنی سوخت نامیده است. در عصر 11 محمود کاشغری این ناحیه را سغدک ذکر کرده می نویسد که مردم ساکنی بلساغون از آن سغد آمدند که بین بخارا و سمرقند جای دارد، ولی لباس و کردار آنها ترکی شده است. در عصرهای 10-11 در تیپانیمیه هفت رود بسیار نامها سغدی بودند. محققان در زمینه مأخذهای خطی و مدرک‌های باستانشناسی معین نمودند که هفت رود را مستملکه کردن سغدیان دو مرحله داشت. مرحله اول در عصرهای 3، 5 یا 4 و مرحله دوم از عصرهای 7 و ضمناً مرحله دوم باز چند دوره ها داشت که به اصطلاح عرب ها و تاخت و تازهای ساسانیان علاقمند می باشد. حفریات ارخئولوژی نشان داد که در وادی چو آثار حیات مترقی مقیمی از عصرهای 5-6 پیدا شده است که این نیز بی‌شبهه خدمت سغدیان است، زیرا محض آنها در شهرها کاسبی و تجارت می‌کردند و با کشت و کار مشغول بودند. کوچمنچیان تدریجاً محض در زیر تأثیر آنها به حیات مقیمی می‌گذشتند و در شهرها مسکن می‌گرفتند. عالم شناخته ایگ پولی بلنک که به واسطه به تحقیق این موضوع مشغول بود، توصیف می‌کند که سغدیان نه فقط سوداگران کاردان بلکه هنرمند و کاسبان گلدست نیز بودند.
دینهای نو را ترغیب می کردند قدقدی راه های تجارتی آسیای مرکزی و هم در ناحیه های دوردست خیتای و بین کوچمنچیان در دشت و صحراها سیاحت می کردند و مسکون می شدند. در علم الکی دقیق معین شده است که تأثیر فرهنگ سغدیان و ترک ها خیلی زیاد می باشد. همین محقق با دلیل ها اثبات می نماید که نقش سغدیان به اویغورها نیز خیلی کلان بوده است. بعد اشغال آسیای میانه از طرف ترک ها، مناسبت بین آنها و سغدیان باز نزدیکتر شد. در بارگاه خاقانی ترکان شرقی در مغولستان حاضره شماره زیادی سغدیان زندگانی می کردند و در بسیار ملک ها و ناحیه ها نمایندگان آنها حکمرانی می کردند. از جمله زیر راهبری کنینتین نام سمرقندی در چاریک دوم عصر هفت سغدیان مکانی را در لابنار آباد کرده چند دیه و شهر بنیاد کردند. در محلهای سغدنشین ناحیه دونخوان میانه های عصر هشت طبق بروی خطگیری شماره سمرقندی ها از همه زیادتر بوده است، گرچند شماره زادگان بخارا، تاشکند، سعا دو سعا بود، یکی کبودان و دیگر استراوشن، تخارستان، کوشانیه، میمرغ و کش نیز کم نبودند. همین طریق تاجران، هنرمند و کاسبان، روحانیان و واعظان، سرباز و لشکرکشان سوق در تاریخ آسیای مرکزی از تیبت تا مغولستان نقشی بسا مهم گذاشتند. در ترکستان شرقی باشد آثار کتیبه های سغدی شهادت می دهند که سغدیان در تاریخ این کشور مقام بزرگ دارند و تأثیر آنها به فرهنگ و هنر این سرزمین نهایت کلان است. کشف قلعه کوه مغ و حفریات پنجکنت قدیم. در تحقیق دوره‌های اولی تاریخ عصری میانگی سوخت، کشفیات باستانشناسی نقشی مهمی دارد. مخصوصاً بازیافت‌هایی که از قلعه کوه مغ و از پنجکنت قدیم به دست آمدند نهایت دقت جلب کننده می باشند. برای همین اکادمیک غفوروف در کتاب خود دایر به یادگاری مذکور به طور علاهیده و خیلی مفصل ابراز اندیشه کرده است. یادگاری قلعه کوه مغ بهار سال 1932 از جانب جور علی نام چوپان کشف گردید که وی در این موضع یک سبد و در آن یک ورق کاغذ ابریشمی یافت که به کدام یک خط هنوز نامعلوم نوشته شده بود. سال 1933 رسمی دستنویس را به ایرانشناس نامی شوروی ا فریمن فرستادند. وی مقرر کرد که خط با زبان سغدی و با حروفات سغدی نوشته شده است. بازیافت جور علی کشفیات بزرگی علمی گردید، زیرا آثار کتیبه سغدیان خیلی پیشیافت شده باشد هم از حدود خود سغد نبود، بلکه از ترکستان شرقی یافت شد. سال 1932 کتیبه سغدی محض در خاک خود سغد یافت شد. با دستگیری حکومت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و پایگاه تاجیکستانی اکادمی علم‌های اتحاد شوروی، تابستان سال 1933 در قلعه کوه مغ حفریات باستانشناسی آغاز گردید. ماه ایول زیاده از 20 حجت و چند اشیای مادی به دست آمد. حفریات تیر ماه سال 1933 نیز ادامه یافت و 21 دستخط یافت شد. در رفت حفریات من بعده نه فقط حجت بلکه بسیار اشیای فرهنگی مادی نیز به دست آمد و نامگوی آنها به 400 رسید. در رفت حفریات معلوم شد که حجتها شماره آنها از 80 گذشت